بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس 63 از سلسله درس های تفسیر نور خدمت شما هستم. در این درس به حول و قوه الهی آیات 132 تا 134 سوره مبارکه البقره را با هم مرور و شرح و تفسیر خواهیم کرد. البته به روش و منهجی که ما داریم در پیش میگیریم، روش بسیار مختصر و همه فهم. به تفصیلات و جزئیاتی که لازم نباشه وارد نخواهیم شد، چون میدونیم بسیاری از بینندگان ما عوام الناس هستند. ابتدا این آیات مبارکه، آیات 132 تا 134 را با صوت و تلاوت زیبایی بشنویم. وصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد این آیات 132 تا 134 سوره مبارکه البقره را شنیدیم با این تلاوت زیبا. الان میریم سر ترجمه و روشی که ما در پیش داریم. تلاوت آیات را شنیدیم، سر ترجمه آیات میریم و سپس کلمات دشوار این آیات را یکیم توضیح میدیم و بعد میریم سر مفاهیم لغوی، یعنی کلمات یا اصطلاحاتی که احتیاج به توضیح بیشتر داره و در کنار آن شرح و تفسیر آیات و در آخر درس و عبرت هایی که میشه از این آیات آموخت. آیه 132 سوره مبارکه البقره، الله سبحانه و تعالی میفرماید: ووصى بها ابراهیم بنیه و یعقوب یا بنی ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. یعنی و ابراهیم و یعقوب فرزندانشان را به ملت توحیدی وصیت کردند و گفتند: ای فرزندانم، به راستی که الله دین توحید را برایتان برگزیده است، پس جز بر مسلمانی نمیرید. در آیه 133 میخوانیم: ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت تا آخر آیه. یعنی آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا میرسید یا رسید حاضر بودید در کنار یعقوب؟ آنگاه که به فرزندانش گفت پس از من چرا میپرستید یا که را میپرستید؟ گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را میپرستیم. آنها آن معبود یگانه را میپرستیم و ما فرمانبردار او هستیم. و در آیه آخر فرمود 134: تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. یعنی این امتی است که درگذشته است، آن امت راست آنچه را کرده اند و شما راست آنچه را که کرده اید و از آنچه آنان می کردند دیگران کردند بازخواست نمی شوید. پس بنابراین این سه آیه را ما آیه 132 133 و 134 آیه سوره مبارکه بقره را با هم داریم در این درس
اگر دقت کرده باشید به معانی این کلمات، ما در این 3 آیه چند کلمه دشوار یا جدید داریم. یکی وصا هست. وصا یعنی وصیت کرد، سفارش نمود. با لفظ اوصا هم در بعضی از قرائات اومده. بنیه یعنی فرزندانش، و اوصا و وصا یک معنا میده، ولی در آن معنایی که در وصیت از باب تفعیل اومده شدیدتر هست، یعنی قویتر است، چون از باب تفعیل میاد به لغت عرب. بنیه یعنی فرزندانش را. یا بنیه ای فرزندانم. اصطفا یعنی اختیار کرد یا برگزید، و مصطفی یعنی برانگیخته شده. الدین یعنی دین توحید و اخلاص، چون ابراهیم سرآمد پیامبران در قضیه توحید و به همین خاطر میگن دین توحید یا پیامبر توحید. فلا تموتن، پس نمیرید. یعنی این امر یا نهی بر عدم مردن نیست، چون مرگ به اختیار انسان نیست که انسان به دست خودش باشه بمیرد یا نمیرد، بلکه معناش اینه که شما استقامت بورزید تا آخرین رمق جانتون در دین توحید و یکتاپرستی. شهدا جمع شهید هست به معنای گواه و حاضر. حضر یعنی حاضر شد، فرا رسید، آمد. تلک یعنی ایشان، برای مؤنث جماعت مؤنث میاد، یا آنان که منظور در اینجا امت هست، یعنی همون گذشتگان. امت جماعت، قوم و گروه. مفاهیمی که در این آیات، در این چند آیه نهفته است، یکی لفظ همون وصا بها. و وصا بها، و وصیت کرد با آن. آن چی بوده آخه؟ سفارش بر گفته شده بر همون ملت، چون در آیات قبل خوندیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. گفته شده که این بها اشاره هست به همون ملت ابراهیم، چون الله سبحانه و تعالی بعد از اون کارهای نیک ابراهیم و اون دعاهای مخلصانه ابراهیم را وقتی بازگو کرد، فرمود که و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. یعنی هیچ که روگردانی نمی کند، هیچ کس روگردانی نمی کنه از دین ابراهیم، از ملت ابراهیم، مگر اینکه انسانی چی باشه؟ ابلهی باشد، جاهل باشد، نادان باشد. الا من سفه نفسه. تسفیه نفس یا سفه بودن به معنی اینه که انسان شاید بعضی وقتا ناخواسته خودش رو چیکار کنه؟ به راهی بندازد که نهایتش ذلت و خواری و پستی و زبونی است. و به همین خاطر سفارش بر دین توحید و اخلاص در بندگی و فرمانبری بود و ضمیره ها به ملت یا به جمله قبل میگرده که همون ملت اولاتر بنا به رأی بیشتر مفسرین، و همان دین توحیدی ابراهیم خلیل است. در بعضی قرائات اوصا هم همونطور عرض کردم خونده شده و هر دو یک معنا میدهد، ولی با این فرق که وصا چون با شده است از باب تفعیل، از باب وصیت، پس بنابراین معنای بلیغتری داره در لغت عرب. و همچنین فرمود فلا تموتن الا، تأکید بر استقامت در راه بندگی خالصانه است. تا آخرین رمق جان شما چیکار کنید؟ بیستید. همچنان که در آیه دیگر میخوانیم که فاعبد ربک حتی یأتیک الیقین. عبادت و بندگی کن پروردگارت را تا زمانی که یقینت فرا برسد. اون یقین همون مرگه، تفسیر شده به مرگ، زیرا لحظه مرگ بر هیچ کس مشخص نیست و بنابراین انسان باید راه استقامت در دین را ادامه بده و هرگز مایوس نشود. از مفاهیم زیبای دیگر قرآنی در این آیات ام کنتم، ام استفهام انکاری است. ام از ادوات یا حروف استفهام هست، حروف سوال هست که باش سوال میشه. بعضی از حرف ها وجود داره در لغت عرب که برای استفهام یا برای سوال کردن پیش. هل یعنی آیا، یعنی آیا. ام هم همینطور هست، ولی اینجا ام برای چیه؟ گفته شده برای استفهام انکاری است، یعنی برای توبیخ و ذم یهود و نصارا و مشرکین است که مدعیان دروغین دین ابراهیم بودند.
وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه مبعوث شد، اهل مکه خودشون رو بر دین ابراهیم خلیل میدونستن، در حالی که سراپای دینشون خرافات و شرک و بت پرستی بود. دینی که 100% مخالف دین ابراهیم خلیل بود. دین ابراهیم دین توحید، اخلاص ناب به تمام و کمال معنا که سراسرش یقین، توکل و بندگی و عبودیت و تسلیم در مقابل اوامر الهی بود. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، در حالی که مشرکین مکه همه چیز رو عبادت میکردن جز الله یکتا و معبود بر حق. و همچنین وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه هجرت کردند، یهود را دید که ادعای دین ابراهیم داشت دیگه، و همچنین مسیحیان نجران در شبه جزیره زندگی میکردند، همه اینها مدعی بودند که بر دین ابراهیم خلیل هستند. قرآن میفرماید ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت، آیا شما که نبودید اون زمانی که مرگ یعقوب داشت فرا میرسید علیه السلام، پس چرا دارید ادعای دروغین میکنید؟ یا پس بنابراین در دستور زبان عربی میتونه منقطع باشد یا منفصل، یعنی منقطعه یا منفصله باشد. هر دو اینها گفته شده. فرق در اینه، من تو جزئیات بیشتر نمیرم، فرق در دلالت معنا هست. اگر گفتیم که منقطع هست، یعنی این آیه به آیه قبل زیاد ربط نداره و داره با یک عبارت جدید داره شروع میشه، با یک سیاق جدید داره خطاب جدید شروع میشه. اما گفتیم منقطع است، اگر گفتیم منفصل هست، پس بنابراین برای ربط دادن این آیه به آیه ما قبل هست که این شاید اولاتر باشه، چون همه این آیات در سیاق یک مطلب متکامل هست. اگر به شرح این آیات سگانه بپردازیم، در ارتباط با آیات پنجگانه‌ای که قبلا خوندیم از اول صفحه و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، به اینجا میرسیم. وقتی در آیات قبل قرآن از عملکرد مخلصانه ابراهیم خلیل و دین توحیدی او سخن گفت، مناسبت داشت که وصیت و سفارش او به فرزندانش بازگو بکنه و اون همون وصیتی بود که یعقوب علیه السلام، یعنی نوه حضرت ابراهیم علیه السلام، چون یعقوب فرزند اسحاق و اسحاق فرزند ابراهیم خلیل بود، نوه ایشان به فرزندانش توصیه کرده بود و آن استقامت در توحید و راه اخلاص. ابراهیم خلیل علیه السلام 2 فرزند را به جا گذاشت. اسحاق در میان بنی اسرائیل که از میان اونها یعقوب، یعنی بعد از اسحاق یعقوب، و همچنین از یعقوب فرزندان یعقوب همه پیامبر بودند و از نسل اون پیامبران بنی اسرائیل زیاد شدند. و از فرزند دیگرشان اسماعیل علیه السلام که در شبه جزیره بودند و در مکه مکرمه، تنها محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیامبر اسلام بوده. شرح و تفسیر مابقی این آیات این میشه که این دین راهی است که الله برای بندگانش اختیار کرده و همان دین پسندیده است و جز آن پذیرفته نخواهد شد. به همین خاطر فرمود ان الله اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، فلا تموتن الا وانتم مسلمون. همونطور که در سوره آل عمران میاد که ان الدین عند الله الاسلام، دین واقعی، آن راهی که باید خدای را عبادت کرد، آیین خداپرستی، همون چیزی است که اسلام هست، همون توحید و یکتاپرستی است و بندگی خداوند یکتا. و در رد ادعای یهودیان و نصارا و مشرکین بر شرکیات و خرافاتشان و نسبت آنها به دین ابراهیم خلیل، قرآن سفارش مکرر کرد و سفارش ابراهیم و یعقوب را باز تکرار نمود و فرمود ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، یعنی بعد از من چرا عبادت میکنید؟ قالوا نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. قالوا
کیا گفتن؟ فرزندان یعقوب که همون اسباط بودن. اسباط گفتن که ای پدر، ما همون خدایی را عبادت میکنیم که معبود تو بوده و خدای تو بوده و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. و اینجا کنایه زیبایی است که هم به عمو و هم به پدر و هم به جد اب گفته میشه در لغت عربی، چون در اینجا به صیغه جمع بود آبا، در حالی که ابراهیم جد است، جد یعقوب هست، و اسماعیل عموشه و اسحاق هم پدرشه. با یک میان برنامه بحث رو تکمیل خواهیم کرد. کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بله بینندگان عزیز، با سلام مجدد و تجدید دیدار بعد از یک میان برنامه دانستیم که الله سبحانه و تعالی در خلال این آیات میخواد همچنین که به مشرکین مکه خطاب میکنه، به یهودیان و مسیحیان و نصارای شبه جزیره و کلا دنیا هم داره خطاب میکنه که مواظب باشید این ادعای دروغین بر تبعیت از دین ابراهیم خلیل معنا نداره، بخاطر که شما توحید را کنار گذاشتید. توحید رمز اسلام و اخلاص و بندگی خداست و به همین خاطر به اونها چنین خطاب کرد که ام کنتم شهدا، یا اینکه شما حاضر بودید زمانی که مرگ یعقوب داشت فرا می رسید، آن هنگامی که به فرزندانش که همون اسباط باشند در جمله قرآن میاد، اسباط یعنی فرزندان یعقوب، رو به اونها کرد و گفت که چی؟ اذ قال لبنی، به فرزندانش گفت ما تعبدون من بعدی، چی چیز را بعد از من عبادت میکنید؟ قالوا، فرزندان پاسخ دادند به پدرشان یعقوب، گفتند نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، ما معبود و خدای تو را که همون الله ذوالجلال هست، چون مطمئناً یعقوب بر دین توحید بوده همانند پدرش و عموش و جدش، و خدای ابراهیم، خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را عبادت خواهیم کرد. اله هم واحدا، این همون اله یا خدای یکتاست، معبود بر حق، اله یکتا. و اینجا عرض کردم خدمتتون که لفظ آبا جمع اب هست که در لغت عرب گفته شده هم به پدر، هم به عمو و هم به جد گفته میشه و لفظ مشترکی است. به همین خاطر قرآن کریم در اینجا فرمود که آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. ابراهیم جد یعقوب بود و اسماعیل عمویش و اسحاق پدرش، چون یعقوب فرزند اسحاق هست و اسماعیل هم برادر اسحاق یعنی عموی یعقوب و ابراهیم جدشون، جد یعقوب علیه السلام. اله هم واحدا، یه خدا، یه معبود بر حق را داریم عبادت میکنیم. و نحن له مسلمون، این جمله حالیه است. در لغت عرب واو همیشه واو حالیه میاد بعد از یک عبارت و جمله. وقتی که یک جمله کوتاه یا یک کلمه به مناسبت اومد که مناسبت داشت، در اینجا بهش میگن واو حالیه. یعنی چی؟ یعنی جمله ما بعد حکایت حال اونها را میکنه و اونها به زبان حالشون هم میگفتن که و نحن له مسلمون. این تعهدی بود از طرف فرزندان یعقوب به پدرشون که ما هم چی هستیم؟
برای همون خداوند یکتا چی هستیم؟ تسلیم شدگان و فرمانبران هستیم. و این نشون میده که پیامبران علیهم السلام و علی نبینا افضل الصلاة و اتم التسلیم همیشه بر دین توحید بودن. تلک امة قد خلت، تلک امة قد خلت. و قبل از اینکه به این آیه برسیم جالب است به دو موضوع اشاره کنیم. یکی اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بخاری که امام بخاری رحمت الله علیه در جامع صحیح نقل میکنن میفرماید نحن معشر الانبیاء اولات علات دیننا واحد. یعنی ما جماعت انبیا فرزندان مادران متعدد هستیم ولی دینمون یکیه. دینمون توحید و یکتاپرستی است. دین اسلام و توحید و اخلاص یکتاپرستی. و بنابراین از اینجا فهمیده می شود که دین تمام انبیا از آدم گرفته تا خاتم علیهم السلام همه بر مسیر توحید و یکتاپرستی بودند و هیچ کدوم شرک و خرافات و بدعت نداشتند. در آخرین آیه این قسمت تلک امة قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، از اینجا میفهمیم که همه مشرکین میخواهد، قرآن میخواد از همه مشرکین میخواد تا دست از عناد و لجاجت بردارن. حالا اون چون مشرکینی که مشرکین کفار عرب بودن چه مشرکین کتابی یعنی از یهود و نصارا، دست از عناد و جدال و لجاجت بردارن، گناه کار خودشون را به دوش دیگران نندازن. نگن که ما بر دین فلانی هستیم. همونطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که مشرکین مکه رو دعوت میداد میگفتن که ان وجدنا آباءنا علی ملت و ان علی آثارهم مهتدون و در آیه دیگری مقتدون. یعنی ما آبا و اجدادمون رو بر همین مسیر یافتیم، ما هم به مسیر اونها میریم، مثل اونها داریم میکنیم. این حجت نیست. تقلید در اسلام معنا نداره. در اسلام تبعیت هست. اتباع غیر از تقلید هست. اتباع یعنی پیروی بر اساس آگاهی و بینش. پیروی بر اساس آگاهی و بینش، نه کورکورانه. ولذا قرآن از اونا خواست که عناد و لجاجت و ندانم کاری ها را بذارن کنار، بلکه و گناه کار خودشون را به دوش دیگران نندازن، بلکه مسئول و متعهد و پاسخگوی اعمال و کردار خودشون باشن. تلک امة قد خلت. اونا هر چی بودن گذشتن. لازم نیست ما دربارشون قضاوت بکنیم. همه میدانند که پیامبران بر دین توحید یکتاپرستی بودن و همه دنیا هم دوستشون دارن. بلکه ما الان بیایم عملکرد خودمون را بسنجیم که آیا عملکرد خودمون با آنچه داریم انجام میدیم بر روشی است که خدا را خوش میاد و خدا ازش راضی میشه یا نه. همطور که عرض کردم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید در حدیث مشهور من ابطأ به عمله لم یسرع به نسبه. یعنی کسی که کارش او را باز داشت از مسیر حق، یعنی کارش بد بود، بدکار است، راه کج و انحراف و بدعت در پیش گرفته، میخواد به اصل و نسبش متوسل بشه، بگه من جدم فلانیه، پدر فلانی هستم یا از سلاله فلان هستم، اینها ارزش نداره. لم یسرع به نسبه یعنی چی؟ یعنی نسبش او را به جلو نمیندازه. نسبش کسی که عملش بد هست، نسبش و نسلش و انتسابش به دیگران به دردش نمیخوره. یا به عبارتی کوتاه‌تر هر کس در گروه اعمال خویش هست. خب در پایان این درس اگه اجازه بفرمایید ما یه سری درس و عبرت‌های مختصر رو با هم مرور کنیم. یکی این که هر کس از اسلام و اخلاص روگردانی کرد حتما جاهل و نادان است. حتما جاهل و نادان است. چون دین خداست که در طول تاریخ بشر بر اخلاص و یکتاپرستی بوده. حالا هر کی بیاد خرافات، شرک، بدعت میخواد به اسم دین قلمداد بکنه، مطمئنا یک انسان نادان یا انسان ابله و سفیه است. درس دوم اینه که اسلام تنها دین حق الهی بر بندگان است. راهی دیگه وجود نداره برای بندگی خدا جز اسلام و اساس توحید.
و درس سوم اینه که استحباب وصیت به کار نیک و مهم. همونطور که منهج انبیا بود و وصی بها ابراهیم و بنیه و یعقوب، پیامبر صلی الله علیه و سلم وصیت کردن در روزهای آخر عمرشون و سفارش کردن به امت که تا اونجایی که میتونید دیگران را به کار نیک دعوت کنید، بخصوص اگه انسان بدونه که پا به مرگ هست و لحظات آخر عمرش هست، باید حتما توصیه بکنه، وصیت بکنه، سفارش بکنه دیگران را به کار نیک، چون این لحظات حساس آخر عمر همیشه در ذهن بازماندگان هست و در جلو و چشمشون همیشه ظاهر میشه. این ضرورت هایی بود که به هر حال عرض کردم. و یکی دیگر این که انسان نباید به عمل دیگران غره بشه، باید ضرورت بازنگری در عملکرد خویش و هر کس در گرو اعمال خویش هست، خودشو محاسبه کنه قبل از اینکه روز محاسبه فرا برسد. موفق و مؤید باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.